سلام بچه‌ها، به دنیای قصه خوش اومدید. این قسمت اول داستان 1001 شبه. امیدوارم تا تهش با ما همراه باشید. شهری حالتی داشت انگار همه با هم قرار گذاشته بودن امشب زیادی مظلوم باشن. کوچه ها تاریک، مشعل‌ها روشن، ولی اونقدر دود میداد که ملت بیشتر سرفه میکردن تا روشنایی بگیرن. ماه بالای سر مثل یک نون بربری نصف آویزون بود. ستاره هم چشمک میزدن. یکیشون انگار میگفت داداش آماده باش، امشب قرار قصه ترکونده بشه. نونوایی هنوز باز بود. نونوا با صدای بلند گفت این دیگه قیمت آخرش. مشتری جواب داد داداش دهش کجاست؟ ته جدول لیک دست سه. همه زدن زیر خنده. یکی دیگه گفت این نونوا بیشتر از بازیگرای سریال ترکی دیالوگ تکراری داره. یه جوون وسط کوچه ساز میزد. نصف مردم میگفتن چه قشنگه، نصف دیگه میگفتن داداش اینو قطع کن، ملت فکر میکنن مجلس ختمه. این یکی بچه میگفت یه آهنگ شاد بزن ملت برقصن، نه اینکه گریه کنن. بچه‌ها دنبال هم میدویدن. یکی فانوس دستش بود. مامانش از پشت پنجره داد میزد حسین اون فانوسو بذار زمین، میخوای همه محل رو بتره کنی. حسینم گفت مامان بذار رکورد بزنم، فردا همه میگن حسین فانوس به دست. از بالای بام‌ها، گنبدها، مناره‌ها مثل چراغای رنگی توی شب میدرخشیدن. یکی از جوونا به رفیقش گفت داداش حس میکنم امشب یه چیزی تو هواست. اون یکی جواب داد آره بوی نون تازه است، برو یکی بگیر بیار. و هیچ کس خبر نداشت همین امشب قصه شروع میشه که 1001 شب همه رو میخکوب میکنه. حتی ستاره هم انگار نشسته بودن لب بوم میگفتن بچه ها ساکت، الان دیگه قصه شروع میشه. از دور گرد و خاک بلند شده بود. ملت دم دروازه شهر فکر کردن یا زلزله شده یا دوباره یکی داره خونه میسازه بدون مجوز. بعد که نزدیکتر شدن دیدن نه بابا کاروانه. شترها با اون قیافه‌های خسته‌شون میومدن جلو، انگار هر کدومشون قسط وام عقب افتاده دارن. ساربانان داد میزدن راه بدین بار داریم. یکی از بچه‌ها گفت بار چی؟ اینترنت نامحدود آوردید؟ باباش زد پس کلش گفت خفه شو، تو زمانمان که هنوز اینترنت اختراع نشده. از سوارا هم با اون زره ها و شمشیرها وارد شدن. ملت ذوق کرده بودن. یکی گفت این قهرماناست یا بازیگر سریالن؟ اون یکی جواب داد فرقی نداره، فقط کاش یکیشون برام سلفی بگیره. کنار دروازه فروشنده ها بساط پهن کرده بودن. یکی داد میزد هندونه شیرین، یکی داد میزد نون داغ، کم شیرین تازه. ملت قاطی کرده بودن. یکی گفت داداش اینا هنوز وارد نشدن تو داری حراج میزنی. یه پیرمرد واسه اومد جلو گفت خوش اومدید، سفر بخیر. یکی از جوونا گفت اما تو هر کی بیاد همینو میگی که؟ پیرمرد گفت آره ولی این بار حس میکنم قصه پشت سرشونه. ملت گفتن وا اسپویل نکن. و کل صحنه مثل یه فیلم بود. کاروان وارد شد، مردم ذوق کرده، پرچم‌ها تو باد، نور مشعل‌ها. یکی از بچه‌ها گفت این صحنه رو باید نقاشی کنم، خیلی خفنه. نگهبان دم دروازه هم زیر لب گفت این تازه شروع شد. ملت کف زدن. کاروانسرا اون شب شبیه کافه‌های امروزی بود. فقط به جای قهوه لاته چای دارچینی میدادن. وسط حیاط آتیش روشن کرده بودن، همه دورش نشسته بودن. بخار چای از سماور برنجی بلند میشد، بوی هل و دارچین همه جا رو پر کرده بود. شهرزاد با اون لباس حریر قرمز وارد شد. ملت یک لحظه ساکت شدن. یکی از جوونا زیر لب گفت داداش اینو ببین، انگار از فیلتر زیباسازی رد شده. قصه گوی کاروان یه پیرمرد با ریش بلند و چشمای نافذ کتاب چرمی قدیمی رو باز کرد. بچه‌ها با دهن باز نگاه می‌کردن. یکی خرما می‌خورد، یکی با زنگوله شتر بازی می‌کرد. پیرمرد گفت این کتاب قصه هایی داره که از هند تا چین سفر کرده. یکی از بچه‌ها داد زد عمو یعنی اسپول نداری؟ همه خندیدن. شهرزاد لبخند زد، انگار فهمید این قصه ها همون چیزی که میتونه سرنوشتش رو عوض کنه. یکی از مردای کاروان گفت این دختر کیه؟ یکی جواب داد داداش اینو دست کم نگیر، این اگه بخواد قصه بگه تا صبح ملت نمیخوابن. ملت همونجا فهمیدن که امشب یه چیزی فرق داره. انگار قصه تازه داشتن جون میگرفتن. قصر اون شب مثل یه سالن عروسی لاکچری بود، فقط دیجی نداشت. ستون‌های مرمری، سقف گنبدی با نقاشی‌های افسانه‌ای، فرش‌های قرمز که اگه روش راه میرفتی حس می‌کردی داری روی حساب بانکی بابات راه میری. شهریار روی تخت طلایی نشسته بود، تاجش برق میزد، قیافش جوری بود که انگار میخواست بگه من خیلی جدیم، ولی تو دلش داشت میگفت خدایا کاش قصه امشب باحال باشه. شهرزاد با لبخند مرموز وارد شد. همه یه لحظه ساکت شدن. یکی از میمونا زیر لب گفت این دختر اگه بخواد قصه بگه تا صبح ملت نمیخوابن. دنیازادم کنارش نشست. قیافش جوری بود که انگار میخواست بگه من فقط برای پاپکورن خوردن اومدم. خدمتکارا چای دارچینی و شیرینی خرما می آوردن. یکی از مهمونا گفت
داداش این شیرینی ها رو بذار کنار، بذار ببینیم قصه چی میشه. شهرزاد کتاب چرمی رو باز کرد، نور مشعله روی صفحات می‌درخشید. همه زل زده بودن بهش. اون شروع کرد به قصه گفتن با حرکات دست و صدایی که مثل موسیقی بود. وسط قصه همه داشتن با دهن باز گوش میدادن. یکی از مهمونا حتی داشت با خودش میگفت اینو باید استوری کنم. وقتی قصه به اوج رسید ناگهان ساکت شد و گفت ادامهش بمونه برای فردا شب. و اینطوری بود که شهریار برای اولین بار توی عمرش دلش خواست زود صبح نشه. ببین ماجرا از این قراره که پادشاه شهریار یه فاز خیلی عجیبی داشت. هر شب یه دختر رو به عقد خودش در می آورد، شب رو باهاش میگذروند و صبح میکشتش. ملت هم مونده بودن داداش تو داری ازدواج میکنی یا داری مسابقه حذفی برگزار میکنی؟ یعنی هر روز صبح مردم شهر مثل خبر فوری تلویزیون منتظر بودن ببینن امشب کی رفت و دیگه برنگشت. وزیر بیچاره هم هر شب باید یه دختر جدید پیدا میکرد. قیافش جوری بود که انگار هر روز داره امتحان ریاضی میده. دخترای شهرم همه دنبال بهونه بودن. یکی میگفت من مریضم، یکی میگفت من نامزدم خارج از کشور، یکی میگفت من هنوز سنم به ازدواج نرسیده، تازه کلاس خیاطی ثبت نام کردم. خلاصه همه قائل میشدن. شهر پر از استرس بود. ملت میگفتن این پادشاه اگه همینطوری ادامه بده تا 2 هفته دیگه باید خودش ازدواج کنه دیگه. تا اینکه شهرزاد اومد وسط. دختر وزیر باهوش، خوش زبان، از اونایی که وقتی حرف میزنن ملت میگن بذار ببینیم آخرش چی میشه. خودش داوطلب شد بره پیش پادشاه. همه گفتن دختر دیوونه شدی؟ شهرزاد گفت نه بابا من یه نقشه دارم. این پادشاه رو با قصه ها میذارم سر کار جوری که یادش بره منو بکشه. ملت وزیر وای شهرزاد و اینطوری بود که شب اول شهرزاد به قصر رفت. همه تو دلشون میگفتن خدایا این دختر یا نابود میشه یا تاریخ میسازه. و خب تاریخ ساز شد. چون شهرزاد فهمیده بود یه چیز خیلی مهم وجود داره. هیچ کس طاقت نداره قصه نصفه بمونه. شب شده بود. قصر مثل سالن سینما آماده بود. همه منتظر بودن ببینن این دختر وزیر چه گلی به سر خودش میزنه. شهریار روی تخت نشسته بود. قیافش جوری بود که انگار میخواست بگه خب ببینیم امشب چی میشه. فردا صبح دوباره کار خودمو میکنم. شهرزاد اما با یه لبخند مرموز اومد جلو. دنیازاد که خواهرش بود هم کنارش نشسته بود. قیافش جوری بود که انگار اومده بود فقط پاپکورن بخوره. شهرزاد شروع کرد ای پادشاه دانا بذار برات یه قصه ای بگم. ملت همه گوش میدادن. شهریار تعجب میکرد. وزیر سکته کرده بود. شهرزاد میگفت قصه رو شروع کرد. همه خشکشون زد. صداش مثل یه موزیک پس زمینه بود. صداش هم مثل مجریای تلویزیون حرکت میکرد. هر جا قصه هیجان انگیز میشد ملت ناخودآگاه میگفتن بعدش چی شد؟ ریارم که قرار بود آخر شب سرشو بزنه یهو خودش شد اولین فنکلاب شهرزاد. تو دلش میگفت نه بابا بذار ببینیم ادامهش چی میشه بعد میکشمش. اما درست وقتی قصه رسید به اوج خودش شهرزاد گفت ادامهش بمونه برای فردا شب. دنیازاد زیر لب گفت این خواهرم استاد کش دادن قصه است. و اینطوری بود که اولین شب شهرزاد با یه ترفند ساده مثل گذاشتن قصه جونش رو نجات داد. یعنی رسما اولین کسی بود که فهمید اسپویل نکردن میتونه آدمو زنده نگه داره. خب رفقا اینم از قسمت امشب. دیدید شهرزاد چطوری با یه قصه نصف پادشاهی که هر شب میکشت رو سر کار گذاشت؟ ولی این تازه شروع قصه است. منم قول میدم هر قسمت بعدی رو جذابتر، خنده‌دارتر و پر از سورپرایز بسازم. پس اگه حال کردی با این روایت تو اینستاگرام فالوم کن که هیچ قصه‌ای رو از دست ندی و تو یوتیوب هم سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن، چون منم مثل شهرزاد هر شب قصه رو نصفی میذارم و میرم. منتظر قسمت بعدی باش چون تازه داریم گرمیشیم و قول میدم قسمت‌های بعدی خیلی جذابتر باشه. پس تا قسمت بعدی مواظب خودتون باشید.